سلام خدمت بازدید کنندگان مجموعه پیشتاز سرویس. دوستان یک عدد دستگاه کخ اینجا داریم مدل KE 1980. مشتریمون آورده بود بعد تعمیر، ما تعمیرش کردیم و یه سرویس رسوب‌دادایی براشون انجام دادیم و ایرادش رفت شد. خب دوستان امروز میخوایم آموزش کار با این دستگاه و خرابی‌هایی که این دستگاه داره و خوبی‌هایی که داره و آموزش رو خدمتتون بگیم. دوستان این دستگاه خوبیه تقریبا، یعنی عصارگی خوبی داره، یه استیم بخار صنعتی داره که بخار خیلی خوب در میاره، خاطر اینکه این دستگاه دیگه یعنی استیم بخار نیمه صنعتی گذاشتن روش. در کل دستگاه خوبیه، دستگاه بدی نیست. یه ضعفی که داره فقط ضعف شیر بخارشه. بعد یه مدت بعد اولوشه یه سال نیم اگه هر روز ازش استفاده کنید خراب میشه. از لحاظ عصاره‌گیری هم عصاره‌گیری خوبی داره. یه گروپ خوبی گذاشتم براش، یه گروپ خوبی هم داره که قشنگ عصاره تقریبا نیمه صنعتی رو بهتون میده اگر آسیاب قهوه‌تون درست بشه. خب دوستان بریم که آموزش نحوه کارکردش هم خدمتتون بگیم. یه دکمه پاور داره که من الان زدم تا داغ بشه، زیاد معطل نشیم. یه دکمه پاور داره، دکمه پاور رو میزنید، منتظر بمونید چراغاش ثابت بشه که دستگاه داغ بشه و آماده عصاره‌گیری باشه. خب قبل از اینکه هر کاری بکنید با این دستگاه، چه بخواید بخار بگیرید چه اسپرسو بگیرید، یه بار آب خالی با دکمه تک یا دبل ازش بگیرید که اون هوای دستگاه گرفته بشه یا تو مسیراش قشنگ آب بیاد و که قشنگ فشار خوبی داشته باشه. چون این دستگاه آب ازش نگیرید خب بالاخره اون مسیری که کامل باید پر آب باشه نیست و یه مقدار خب تو عصاره‌گیری تاثیر میذاره. و همیشه هم کلا باید یه بار از همه دستگاه، حتی دستگاه صنعتی هم قبل عصاره‌گیری یه بار آب از هد گروپ میگیرن که یه مقدار اون دمای هد گروپ بیاد بالاتر و داغ‌تر باشه بر عصاره بگیرید. خب پورتا فیلتر رو میبندیم، قهوه از قبل تم شده رو گذاشتیم داخلش. دکمه تک یا دبل رو میزنیم. این هم از عصاره‌گیری این دستگاه. دوستان این لرزشش به خاطر اینه که این مشتریمون سینیشو نیورده بود برای مامای سینی یه دستگاه دیگر رو گذاشتیم روش، همین یه خود لرزشش بالا نه تکون میخوره. خب این هم از عصاره‌گیری این دستگاه. دوستان بخارش هم که کاری نداره، که بخار رو میزنیم. اگه بخواید فوم شیر بگیرید یا لته یا کاپوچینو درست کنید، یه دکمه بخار ما اینجا داریم، دکمه بخار رو میزنیم. مثل دستگاه دیگه تقریبا همشون کارکردشون شبیه همه دستگاه اسپرسو سازی، هم تفاوتی نداره. در کل این دستگاه خوبیه، فقط همون گفتم ضعفش فقط توی شیر بخاره. باید خیلی حواستون باشه اگه هر روز از این دستگاه استفاده میکنید باید رعایت کنید، این استیم بخار رو تمیز بکنید، سعی کنید زیادم استیم بخار رو نپیچونید. یه موقعی مشتریا حواسشون نیست میپیچونن و شیر بخار رد میکنه و بیارن پیش ما که باشون تعویض کنیم. خب همینطور که میبینید، حالا تو ویدیو بعید میبینم از معلوم باشه، این چراغ بخار ثابت میشه دوستان، یعنی دمای دستگاه میره بالاتر و آماده بخار گرفتن میشه. خب ما یه پیچه رو میذاریم زیرش و بخار میگیره. هم شروع میکنه به صورت لحظه‌ای کار کردن. دوستان این طبیعیه تو اکثر دستگاهی که
بویلر حلزونی دارن، اصطلاحاً ما بهش میگیم بویلر حلزونی، یعنی بویلریه که به صورت لوله‌ایه. و اکثر این دستگاه‌ها موقعی که بخار ازشون میگیرید خون به صورت لحظه‌ای کار میکنه. بعضی از مشتری‌ها فکر می‌کنن این ایراده، ولی این ایراد نیست، خون باید به صورت لحظه‌ای کار کنه. طبیعیه، این هم مشکلی نداره، داره کار خودش انجام. خب اینم از بخارش. خب دوستان، یه سری از دوستان میگن که خب ما میخوایم اول مثلا شیر رو داغ کنیم، بعد مثلا تو شیر رو بریزیم لیوان، بعد عصاره گیری کنیم. خب دوستان اگر میخواید این کار رو بکنید، اول اگه میخواید بخار بگیرید، به نظر من که اول عصاره گیری بکنید، بعد روش حالا شیر بریزید، چون دستگاه خونگی کنن فهم کنه قضیهشون. اگر خواستید اول فوم شیر بگیرید از این دستگاه، باید یه کاری انجام بدیم که دمای دستگاه بیاد پایین‌تر، چون بعد اینکه بخار میگید دمای دستگاه بالاه، موقعی که عصاره گیری میکنید قهوه‌تون میسوزه، تلخ میشه، اصلا بدمزه میشه، مزه قهوه عوض میشه. چون ما قهوه‌مون با دمای 85 90 درجه درست میشه، منتها این الان 120 درجه است دما تقریبا. خب دوستان، موقعی که بخارتون تموم شد، بعدش خواستید عصاره بگیرید، این دکمه بخار رو میزنید که دوباره بیاد حالت اسپرسو. بدون اینکه دکمه ای رو بزنید، این شیر بخار رو باز میکنید که شروع کنه آب جوش بیاد از دستگاه. خب دوستان میبینید الان بخار رفت، فقط آب جوش خالی داره میاد، یعنی الان دما به اون حد مجاز رسیده که بخوام عصاره گیری کنید. بعدش میتونید عصارتون رو بگیرید. این نکته هم خیلی مهمه رعایت کنید، چون هم قهوه رو میسوزونه، هم باعث خرابی هد گروپ میشه، چون فشار بخار میاد پشت قهوه، همین که موقعی واشر گروپ رو خراب میکنه. پس این نکته رو داشته باشید. ممنونم بابت بازدیدتون از این ویدیو.